سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما تا ظهر دیگه کارامون انجام دادیم و اومدم دفتر. میخوام یه انیمیشن جدید رو نگاه کنم، اسمش نژا هست، پارت دوم. قسمت اول سال 2018 یا 19 اومده، قسمت دومش امسال اومده. تو گیشه فروش خیلی خوبی رو داشته و امتیاز خیلی خوبی هم گرفته. کیفیت خوبش هلوش 2-3 روز پیش اومد که الان من وقت کردم نگاه کنم و نگاه میکنم و بهتون میگم که چه جوری هست. ممنونم. خب من رفتم نژا پارت 2 رو دیدم، اومدم بهتون بگم که چه شکلی هست. فیلم خوبیه، نسبت به قسمت اولش به نظرم خیلی بهتره و اینکه سورپرایز های خیلی خفنی رو براتون داره و اینکه یه پوانی که داره به نظر من کاش که همینجا تمومش میکردم. حالا دیگه ادامه دار شد، میره برای پارت 3 و اینکه خیلی خوب فرهنگشون رو به ما نشون میدن. یعنی تمامی المان هایی که تو فیلم هست نشان از فرهنگ چینی داره و خط داستانی فوق العاده خوب. توصیه میکنم حتما نگاش کنید. اول پارت 1 رو ببینید که پارت 2 رو بهتر بفهمید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی ممنون.